بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما که هست انستالشن فوتوشاپ CC که از هر ورژنش باشه به ترتیب انستال میشه. من اول اگر CD میخوای از طریق CD میخوای انستال کنی CD رو اوپن کن و اگر ستاپ شد داری در سافتویر می در قسمت می ادوبی فوتوشاپ CC بعد اینجا ستاپ شد. این ستاپی که هست از 64 بایت است و این از 32 بایت است. پیش از اینکه این نصب شد اول باید شما در قسمت سکیوریتی ویندوز سکیوریتی بین و باز وایرس پروتکشن بعد از قسمت منو ستینگ ریل تایم باید آف شود. بعد از اون ما میتونیم که ستاپ دبل کلیک این ستاپ شد. دبل کلیک کنین اینجا یا دایرکت اینستالیشن شروع میشه یا بعضی وقتا که است ایگنور کلیک میکنی. این مرحله پیش برد دو مرحله دیگه برد. اینجا یک اپشن اینستال میه که ترای میه. شما اینستال کلیک نمیکنید چون سریال نمبر از طریقش میخواه و او رو ما نداریم. تا انتخاب میگیری باز ساین این میگیری باز ساین این لیتر انتخاب میگیری بعد دو بالا که هست زبان عربی انتخاب میگیری و باز اکسپت میگیری فوتوشاپ انتخاب بعد اینستال میگیری باز پروسه یس میگیری بعد پروسه استارت میشه. این پروسه که تا 100 برسه اینجا لانچ نمیگیری دایرکت باز میشه باز سریال نمبر دیگه باز میخواه خواه کلوزش میگیری باز اینجا پچ چکه هست بولش دبل کلیک کن پیش از اینکه فوتوشاپ باز کنی بعد یس میگیری و اکتیو میگیری با اینجا نوشته میشه پچینگ دن بعد از اکزیت میگیری دیگه خلاصی را کلوز کن. حالا استارت منو که رفتی اینجا فوتوشاپ راست کلیک کن پین تو تاسبار میگوشه و اگر از اینجا باز نمیشه یک بار راست کلیک کن ران ادمنستراتور بگو دیگه باز هر دفعه باز میشه. ران ادمنستراتور میاد میگی باز میشه یس میگیری شکل دیگه اوپن میشه. که باز شد باز اول یعنی موقع شما انتخاب کنین که اونجا دو آپشن هست غیر فالس همیشه که عکس انتخاب میکنید در چهار اطرافش همون نقطه اکان همه که از پیش خورده بزرگ کنی عکس اینه میگی اوتو سلکت عملایش رو ترانسفورم یک بار فال که دیگه تا آخر فال میشه و این که کمیتر دیگه دیر فوتوشاپ باز میکنی اینجا میبینید این آپشن گیت ناو است. این لایبرری از ویندو آف کو باز دیگه زود باز میشه. این میرقم دیگه فوتوشاپ براتون باز شده اکتیو هم هست دیگه خلاص درست است.